من جورابک و سوارنیسا همسر محمد علی حیید زندانی سیاسی که حکم ابد گرفته است هستم. ما روزی 9 مارس همراه 2 فرزندم و خوشتامانم واخوری داشتیم. واخوری ما 2 ساعت دوام کرد. بعد شوهر محمد علی حیید درباره در چه شرایط قرار داشتنش به ما گفت. او در یک حجره تنگ افلاس همراه چند نفر بودند. بعد از ما خواهش کرد که همین عذاب شکنجه‌ای که در همینجا من دارم همه شب از سازمان‌ها و رسانه‌ای کنید و حتی گفت که بعد این سخن‌ها من ممکن با شکنجه شوم. او درباره چگونه شکنجه شدنش به ما گفت که شخصا او را رحمان و معاون اول عزت‌الله شریفوف شکنجه می‌کرده است. او را مجبور می‌کرده است که در نزد کامیرا ضد نهضت و رئیس او کبیری سخن کند و گوید که او یعنی شوهرم در داخل نهضت تروریست‌ها را جمع کرده است و شوهر من از این کار دستکشی می‌کرده است. او را لط و کوب می‌کرده است. رحمانوف بسیار از همون شکایت کرد. شکنجه او تیز دوام می‌کرده است. من از جامعه شهروندی، سازمان حقوق بشر، از سفارت‌های خارجی، از سازمان ملل متحد خواهش می‌کنم که این قضیه را پیگیری نموده و بی‌طرف نباشند.